نمیدونم حاضرین رو بشنوی یا نه، اما زندگی ما اسکیت بازا روتین خاص خودش رو داره که شاید آسون نباشه اما قطعاً شیرینه. از لباس پوشیدن گرفته تا صبحونه خوردن و آماده شدن برای رفتن سر تمرین. پس در این ویدیو همراه من باش تا یک روز از زندگی من رو ببینی و تصمیم بگیری میخوای اسکیت رو امتحان کنی یا نه. من معمولا سعی میکنم مسیر خونه تا باشگاه رو پیاده برم. این کار باعث میشه بدنم قبل از ورزش گرم بشه و آمادگی بیشتری داشته باشم. به نظر من قهوه های کافه باشگاه رو اصلا از دست ندید. انرژیتون رو قبل از ورزش چند برابر میکنه. هر روز که برای تمرین میام همیشه به مربیم فکر میکنم. قطعا تلاش ها و حمایت های اون بوده که من رو در این مسیر نگه داشته. ممنونم مربی. برای یه اسکیت سوار روزش به 2 قسمت تقسیم میشه، یکی قبل از تمرین و یکی بعد از تمرین. روزهایی که حرکتت رو درست اجرا میکنی حس خوشحالی و رضایت بی‌نهایتی داری، اما امان از روزهایی که هر کاری میکنی حرکتت درست از آب در نمیاد. با این حال به قول مربیم همین روزهای سخت هستن که روزهای شیرین تر رو میسازن. خب ورزش ما هم تموم شد. امیدوارم عزیزان این روز من لذت برده باشی و شاید حتی اسکیت رو امتحان کنی.